همون میگوین کو اشون بابا میگوین میبیوین هم شلوکو همون پیر میگوین چی میگوین اولیا هست هم چطور کم کم نمیفهمم هم چی باشد همی ده دستون بیستون بیتیه دو میگیرید هم خیلی چیز دادم مردم اهیل مسو کو مردم اومی اشون بابا میگوین میرون دو میگیرن در مقصد اولیا چیه یعنی مسئله دعا گرفتن مثلا پول میتید و دعا میکنیم این مجبوری نیست یعنی آدمای ما من نمیکنیم که دعا نگیرید گفته لیکن خیر و سخاوت به کسی باشد خاصتا به مسلمان ها این ثواب دارد دستکشایی وقتی که یک سوم خیر میکنید 700 یا از این زیادتر الله تعالی برمیگرداند هیچ کس برای شما فرض نکرده است که رو فلان ایشان پولت دعا گیر گفته خودتون دعا کنید خودتون یعنی مجبوری هم نیست تنقید هم نکنید و اولیا کی است اولیا هر یک مؤمنی که از الله تعالی میترسد و ولی الله تعالی دوست الله تعالی است کدام آدمی که فرض ها را اجرا میکند علاوه بر این سنت های نافله ها را اجرا میکند از حرام ها دور است این آدم اولیای الله تعالی میشد اولیا برای اولیا ایشان بودن یا عالم بودن شرط نه اولیا یعنی جمع کلمه ولی دوستی الله تعالی هر یک مؤمنی که الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالی گفت که آنهایی که ایمان آوردن و پرهیزگار هستند تقوادار هستند همین اولیا هست الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آگاه باشه اولیاهای الله تعالی وقتی مرگشان لا خوف علیهم برای آنها گفته میشد که نه خوف دارید یعنی نه ترسید از پیشنده حساب و کتاب و قبر و وحشت و عالم بیگانه میرید تنها لا خوف علیکم برای شما خوف نیست با قفاتون هم غمگین نشویتون کارا ناتمام ماند فرزندا خاندار ناکردگی ماند خانه ها بود نشدگی ماند کارها ناتمام ماند حساب و کتاب و داد و گرفتار ناپررو ماند غمگین نشویتون از پیش نترسید به قفا غمگین نشوید گفته میشد برای آن آدمی که اولیای الله بود الذين آمنوا وكانوا يتقون بعد تفسیر کرد که اولیا کی است الذين آمنوا اونایی که ایمان آوردن به یگانگی الله تعالی و از الله تعالی تقوا میکنن پرهیزگاری میکنن فرمانهای الله تعالی را اجرا میکنن از من کرده های الله تعالی از حرام کرده های الله تعالی خودداری میکنن اینا اولیا هستند اما ایشان یعنی گاه ها برای دامله ها اطلاق کرده می شود و گاه ها به خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ذمه ما حق و حقوق دارند احترام آنها محبت آنها یعنی آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ذمه ما حق دارند اگر آنها ایشان باشن خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بله احترام کنید